خورشید مولانا رو زنهای سرلوچ کندوچ رنگی روز سال نوروز کردیم. هیچ کدامش فایده ندارد. شخصی که روزه دار است ناس میکشد چه حکم دارد؟ روزش میشکند. ناس روزه رو میشکند. داملای عزیز کدام سوره است در قرآن که بسم الله ندارد؟ سوره براءت است. کدام پیغمبر را کرم زده است؟ هیچ پیغمبر کرم نزده است. دروغ است. فقط حضرت ایوب علیه السلام بیمار شدند، بیماری وزنی، بیماری که خیلی عذاب کشیدن چندین سال، اما کرم زدنش این دروغ است. این یهودی های بدبخت برای پیغمبران رو سیاه کردن و برای پیغمبران رو بی قدر و بی همت قدر کردن این گپا رو بنافتگی هستند. من میدونم با چهار کتابخانه دماغتان نسوزد. استنی ایوبی صابر کوتی قربان این دروغ است. در یگان حدیث صحیح از رسول اکرم وارد نشده است. در یگان آیت هم نآمد است که ایوب کرم زد. من ایوب حکایش با شما کرده بودم. آره این هست در تفسیرها، مفسرها در آوردن که کرم، اما دروغ است. بیمار شدند، مجروح شدند، چند سال خواب بودند، اما همه اعضاشان کرم زد و از نفرت آدما پیشان آمده نتانستند. بعضی تفسیرات هست والله که اکثر مفسرهای امروزی عالم اسلامی این دروغ است. کدام پیغمبر را علاو زدند؟ حضرت ابراهیم علاو زدند، الحمدلله که علاو او را نسوزانی. یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. پروردگار آتش برای ابراهیم گلستان کرد، پاک کرد. کدام پیغمبر است که در این دنیا و در آخرت دوزنده بود؟ اولش که در آخرت دوزندگی نیست، اونجا ماشینه نیست. نه پیغمبرها دوزندگی میکنن در اونجا، نه دوزنده های این دنیا. دیگر در دنیا کدام دوزنده بود ایش من که نمیدانم. برادر خدا اگر یگان وقت چشم غلطه در یگان جا با میگویم. کسلی های شوش شرایط آب و گرم و خنک دارند ولی کسلیشان اوج میگیرد. این ممکن است که تیمم کنند، ممکن است که تیمم کنند. تیمم که خانه نمازشان. السلام علیکم، خدا شما را نگه دارد. من یک شخصی غنی هستم و جاهل بودم، اما وقتی که کسیته های شما را در بازار می گذاشتم که به گوشم رسید، استاده گوش کردم و بعد از آن فکر کردم که انسان باز در آخرت زنده می شده است و او را می پرسیدند. من بسیار گوش کردم و همون کسیته را خریدم و در باب جنت است. من با رفیقانم می گفتم که آنها همش من را رفیقانم می گفتند که اینها همه دروغند، به اونها باور نکن، اما من از اونها جدا شدم. آنها می گویند بیا برویم به کازینو و به عرقخوری، من نمی روم. ناملای عزیز حق من دعای کنید که روز جمعه روز اجابت دعاست، خدا من از اونها دورتر کنه. برادر عزیز خوشا به حال تو که برای خدا شده از رفیقهای فاسق دور کنید. جوانای عزیز، ملاهای گمراه که امروز با همه گمانی نیک دارد که همه مسلمان است، سر استال استود نکاح بریده نمی شود. حال مسلمان ها رو ببینید. افسوس که شما رو خدا کور کرده است، شما رو چشم عقل نداده است، شما رو چشم سر حیوانی داده است که فقط روی کتاب میبینید، دیگر عقل تفکر نداده است شما. من این به همون کسی خطاب میکنم که به من مکتوب اعتراضی کرده است در باب طلاق نشدن سر استاد استود. امروز اکثر جوانهایی که در دوشنبه هستند، در رایان ها هستند، نه به قیامت باور دارند نه به جنت و دوزخ باور. تو نامسلمان خودت عوض از اونها را پرس، از اما عروس و داماد که سر استاد استود میکنند در رستوران را پرس و نه جنت باور دارند نه دوزخ دارند. حیف اسلام که تو بارین صاحب علم دعوای مسلمانی میکنی، تو بارین صاحب علم پیشوای اسلام میشوی. حیف همون اسلام، حیف همون علمی که خدا در تو داده است، اما عقل تفکر جهان بینی نداده. وای به حال. برای من با ملایی کرده است اشارت الناس و دلالت الناس ایسر موناد. بینار پیش کپیر محمد در آگو. افسوس میکنم که همونا در روی من به من صحبت نمیکنند. در یک حالت به من صحبت میکنن که من نمیتونم در اینجا یک گپی درست بگم.
داملای عزیز در رکعت آخر التحیات خواندی و فراموش کردی بالای او سوره فاتحه بخواند، نمازش تمام میشود یا نه؟ بعد از خواندن التحیات در قعده اخیر کسی اگر الحمد خواند ثانی همون قتی سلام تیاد نمازش تمام میشود، هیچی بر او واجب نیست، نمازش درست است. لیکن در جای التحیات اگر الحمد خواند پس آن به یادش رسد که التحیات خواندی استادن، از نو التحیات خواند و با ثانی صلوات سجدی سهو کند و پس آن با التحیات خوانده صلوات ها رو خوانده سلام کرد. لیکن همون الحمد خواند و به یادش نآمد در قعده سلام داده خسته رفت، نمازش درست است، یادش واجب نیست، فرض به جا آمده دیگر. خب داملای عزیز، وقتی که با میکروفون از آن گویی در حالت حی علی الصلاح حی علی الفلاح طرف چپ و راست میگردید، البته میگردید، این میکروفون از دور هم صدا رو میگیره. جوان خوب ایشان نورالدین جان خدا شما را نگه دارد. من توی کردم، من را پدرم و مادرم و برادرانم مجبور کردن که توی سر استول میکنی. من راضی نشدم. مرا پدرم آخ کرد که تو با گفی پدرت و مادرت کار نمیکنی. من گفتم که ایشان نورالدین جان میگوید که درست نیست و کسیتی شما را آوردم گوش کردن. خسرم گفت که من هم به این قول داملا راضی هستم، توی سر استول نکنی. اما موسفیدان قشلاق به من میگویند که تو عاق شدی. نه جوان خوب، جوان با همت، تو عاق نشدی. تو انشاءالله صاحب جنت هستی. همون پدر و مادر تو عاق شد، همون پدر و مادر تو گناهگار شد. انشاءالله تو همراه سعد ابن ابی وقاص هستی. گوشا به حال تو جوان با همت. آره پدر و مادر تو احترام کن. اونها شاید از روی نادانی، شاید از روی ناموس شیطانی آدمان نخندن گفته به این گناه خوشان فرو برد استادیان. اما خوشا به حال تو که اونها را از این راه گرداندی. انشاءالله تو عاق نشدی. اونها رو با هر سحری زیارت کن، اونها رو دستاشان رو بوسه کن، خدمتشان که انشاءالله اونها از تو راضی میشن. اگر مبادا راضی هم که نشوم به همین رفتارشان تو گناهگار نیستی، انشاءالله تو جنتی هستی. وای به حال اونها. السلام علیکم داملای عزیز، خدا شما رو نگه داره. ما یک گروه جوانا 5 وقت نماز را الحمدلله میخوانیم و در یک هفته 2 بار به مشق میرویم. نماز را در جای مشق میخوانیم اما از جماعت مسجد میمونیم. گناه هست یا نه؟ نه، ضرر ندارد. اگر شما مثلا جای مشقتون از مسجد دور باشد باکی ندارد که نمازتون در هم بخوانید. بارک الله برای شما جوانای با همت، جوانای دیندار. پروردگار شما رو زاید کنه رو در بود. مسجد نزدیک باشد، امکانیت باشد به مسجد بیایید، اما اگر دور باشد باکی ندارد در هم خودتان جماعت کنید نماز. داملای عزیز خدا شما رو نگه دارد که بسیار کمبودی های ما را روز تا روز روشن میکنید، که ما بسیار از کسیته های شما گوش میکنیم و از اسلام با خبر شدیم. ما طلبه های مکتب عالی هستیم. ما را معلم تاریخ اسلام درس میدهد و میگوید که ما اهل فارس تبر مسلمان هستیم. عرب ها دین اسلام را مجبوراً به ما بار کردند. به این سوال ما جواب گویید. نه جوان خوب، این دروغ است، این تهمت است. شما به اون معلم گویید که ما را کمونیستا تبر مسلمان تبر کمونیست کردند. اسلام دین فطری است، دین خداوندی است. این نه دین عرب هاست، نه دین فارس هاست، نه دین امریکایی هاست. این دین است که هر کس لا اله الا الله محمد رسول الله صاحب همون دین است و از کدام نسبی نباشد، از کدام ملتی نباشد، از کدام قومی نباشد. در این باب مولا محمود جان یک رساله ما مسلمان تاجیکان تبر مسلمان نیستیم در گزیته نیروی سخن برآمده بود. نمیدونم والله مای انور است یا مای فورات. خیلی مقالی پره هم بود، مقالی دراز هم بود و با سندهای تاریخی خیلی اثبات کردن که مسلمان ها هیچگاه این تاجیکان ما تبر مسلمان نیستیم. هر دینی که به واسطه زوری آمده باشد و اندک زمان از بین میرفت. این اسلام دین فطری است، دینی که در وجود انسان است، دینی که در رحم مادر بودگی در وجود ما هست. ببینید چنگیز اینقدر اسم مسلمان ها رو نابود کرد، کتاباش نابود کرد. بعد از 10 سال چنگیز با عالم پر از اسلام
ستالین لیلین یگان مسلمان نمونده، هم بره کش. با الحمدلله امروز 1.5 میلیارد دنیا مسلمان هست. بر مسلمان هیچگاه دینی مجبوری رو قبول نمیکنه. امروز آزادی است. شما را کی مجبور کرد مکتب مسجد میبیایید؟ از همه جانب دشمنان حرکت دارن، شما مسجد نمیایید. اما مسجدها روز تا روز پرند. چی کرد؟ بنابر او بیچاره است. او معلم نه علم امروزه دارد نه علمی تاریخ خوب میداند. او یگان بیچاره گمراه است. خدا هدایتش کند و چشم بیناییش دهد. یکی خواهش میکنم همون مقاله رو شما یا بخوانید. جوانای خوب، خصوصا برای دانشجویا و حتما مهم است. السلام علیکم داملای عزیز. از سبب سخنهای شما اکثر جوانان ما نمازخوان شدند و از کارهای فاحشه دست کشیدند. ما یک گروه جوانان مخلص شما هستیم و در بعض جایها انسانهای هم یافت می شود که عالمها را حقارت میکنند، ما را در غضب میآرند. ما چیکار کنیم؟ جوانای عزیز خواهش میکنم برای خاطر ما شده شما به هیچ کس درشتی نکنید. این دشنام دادن علماها، این غیبت کردن علماها، این سنت الهی است که تمام پیغمبرای الهی از دست دشمنای اسلام روا شنیدند، گپی درست شنیدند، حقارت شنیدند. بنابراین شما به این خفه نشوید. فقط دنبال بازی خودی اونهاست که فردا در پیشگاه خدا چطور بکنند. بنابراین خواهش من از همه طرفداران مخلصان این است که از برای من پشتیبانی درستی با کسی نکنید. با دلیل و با حجت تانید گفت صحبت کنید، اما با جنگ و با حقارت پشتیبانی کردن باشه من راضی نیستم. زیرا که خدا در قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جمیعا هو السمیع العلیم. پیغمبر و ای بنده داعی در هر عصر و زمان از سخن دشمنای اسلام و دشمنای خدا غمگین نشو. عزت از جانب خدا هست و او خود شنیدی استاد از اونها چی میگویند و دیدی استاد از روز جزاشان میدهند. برای من خواهش من همین است شما جوانای خوب. السلام علیکم داملای عزیز. من چندین انسانها را با پرسین پول میدادم. وقتی که کسیتی شما را گوش کردم دیگر پرسینتی را بس کردم و پولهایم را همش را گرفتم. وقتی که گناهش را فهمیدم که چی گناهی سخت بوده است، من بگویم خداوند چنین خداوند گناهی من را میبخشیده باشد یا نه. الحمدلله من حاضر نمازخوانم شدم، در حق من دعا کنید. انشاءالله جوان خوب برادر اسلامی، البته پروردگار گناهیت رو میبخشد. وقتی که با شنیدنی خب حرام بودن او از این کار خود نگاه داشتی، پروردگار انشاءالله گناهیت رو میبخشد. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. شخصی که از گناه توبه میکند مثل نو از مادر تولد شده است. انشاءالله تو از مادر نو تولد شدی. قرآن میگوید نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. بندگان من گو اگر بازگشتی به سوی من کنند، از گناهاشان توبه کنند، من گناه اونها رو میگذارم. خدا خواهد شما برای او کردارهایی که از روی نادانی کرده بوده مؤاخذه نمیشوید اگر در این توبه خود استوار بمانید. السلام علیکم داملای عزیز. در ماه سفر کردن یا توی کردن یا در خانه نو در آمدن درست است یا نه؟ البته درست است برادر عزیز. و سوال من جواب گوید که ماه سفر در آمده است. اکثر آدم ها به این کار مبتلا هستند. ماه سفر ماه خداوندی است، ماه عبادت است، ماه خرسندی است، ماه کار است، ماه توی است. بنابر ماه سفر کردن است. هیچ کل این یگان زیانی هم ندارد، یگان خاصیتی بدی هم ندارد. عزیزان من، ما موحد هستیم، ما خداشناس هستیم، هر نفع و ضرر از خدا میدانیم. نه از دست سفر چیزی میبیاد نه از دست ماه سفر. بنابر در ماه سفر من الحمدلله ما مال هم میکشیم، در خانه ها من مثلا خرسندی هم میکنن، طبق هم میشکنن، خوب شکست در یکون کم بودی نمیشه، هر روز میشکنن و باید طبق دیگه میخیره میداره. بنابر در ماه سفر هر کاری کردنی باشه مانند پیش ماهای دیگر ادامه دادن گریتان ثواب هستید. در اسلام فال بد دیدن از ماها و از روزها و هفته ها نیست. باور کنید نیست. حالا در بعضی کتاب هایی که هستن چهارشنبه نحس است و اینش نحس است، آخری ما دروغ است. این گپا رو باور نکنید. خب
این مکتوبی که خلاصش در اول صحبت گفته بودم برادری عزیز. السلام علیکم داملای عزیز. اولا در حق شما و قبلگاه شما، خانواده شما نیکبختی دنیا و آخرت را تمنا دارم. بعدا از جناب شما معذرت میخواهم، زیرا نیتی من رسیدن به نفس شما نیست و زبانی که در حق شما حرفی بد میگوید سزاوار آتش باشد و با آن زبان خدایا بریده باد. اما آن چیزی که بین من و شما نافهمی است و این را من نفهمیدم و شاید کمبغلی خود میدانم، با وجود این من به تقدیر ایمان دارم، گرچنده که فقر در اسلام زشتی داشته باشد. نه، زشتی ندارد. رسول اکرم الفقر فخری گفتند. برادر عزیز، فقر با قناعت این فقر اسلام است. خوب، خیلی باز از خداوند داناتر است و من میسر نشده است که بنده در مدت 1 سال 3 بار به شما مکتوب روان کردم، ولی از آن در خجالت هستم که به یگان تای آن جواب نگرفتم. و شما در موعظه های خود در باب ترک نماز جماعت و ترک سیلی رحم بسیار سرزنش میکردید و من در مکتوب خود 3 سوال در همین باره داشتم تا امروز جواب نگرفتم. سوال اول، عذر ترک نماز جماعت، این نماز جماعت نرفتن یگان عذر دارد؟ من در اولی صحبت این سخن گفته بودم. خوب برای کسانی که بیمار هستند، برای کسانی که مثلا شب تاریک است و باران سخت است، امکانیتی حدالامکان رفتن ندارند، گمان میکنم که شریعت اونها را برای این نرفتنشان مؤاخذه نمیکند. اما خواهش من از همه این است که از نماز جماعت نمونند. فقط فقها اجازت دادیم مثلا بیماره، شب بارانی سخته، مثلا تاریکی شب الله یا اینکه ترسیدنی از دشمن، مثلا خوفی گریزه باشد. خوب اگر خود شما از روی انصاف ببینید مسجد رفتن به شما زیان بیارد، شریعت شما در رخصت میتید نروید. اما اگر رفتن زیانی نبیارد، از ثواب نمونه، زیرا که نماز با جماعت 27 درجه زاید ثواب دارد از نماز تنها گذار. دوم، عذر قطع سیلی رحم. کدام وقت جایز است که مسلمان از خویشاوندانش برد؟ هیچگاه مسلمان اجازت نیست که از خویشاونداش خویشی رو برد. حتی اگر کافر هم باشد بریدن جایز نیست. حضرت اسماء بنت ابی بکر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیش رفتن، گفتن یا رسول الله، مادری من که کافر است از مکه آمد است مدینه، بخواهد به من واخورد، اما اسلام آوردنی نیست. من او را خانم فیراد کنم، از احوالش خبرگیری کنم؟ رسول اکرم دعاره گفتن رو، گفتن به او خدمت کن، از احوالش خبرگیری کن. یعنی سیلی رحمه بریدنش جایز نیست برادر عزیز، خصوصا برای پدر و مادر، برای زن، برای بابا و ماما، حتی کافر هم باشد. فقها میگویند که نفقه اونها بر این شخص مسلمان واجب است. اما اگر برادرت باشد، اکا و خواهرت باشد کافر شود، اولشون به خوبی نصیحت کن، فهمان. خوب اگر اصلاح شود خوب، اصلاح نشود کم بغل باشند، نفقه اونها گردنی تو واجب نیست. لیکن رفت آمد کردن و یعنی از احوالش خبر گرفتن ضرر نداره، رفت آمد کن. این هیچ حالت سیلی رحم بریدن جایز نیست. خب سیوم، از قانون شکنی های جماعت ها، قاید قانونی آزادی وجدان و عقیده و بازداشتن زنها از نماز جماعت بود. خب که این بارد من چیزی گفته نمیتونم. هر یک مسلمان، هر یک گرجدنی خودش آزاد است، خودش این امکانیتی گپ زدن دارد، امکانیتی یعنی با اداره های بالایی شکایت کردن دارد. امروز گزیته های آزاد برآمده است. شما می توانید از روی کسانی که شما را تحقیر میکنن برای مسجد آمدن تا برای دینتان شما در گزیته ها نویسید. اما من نمیتونم برادر عزیز در این باب از بالای این منبر چیزی در این باب گویم با شما.